هرچند رهبر حزب اسلامی این توافقنامه را از طریق ویدیو کنفرانس امضا کرد، اما با مناسبت امضای این توافقنامه نشست بزرگ در ارگ برگزار شده بود. محمد اشرف غنی میگوید افغان‌ها ظرفیت و اراده مصالحه را دارند، اما با گفته وی اگر کسی آنها را به این کار بگذارد. آقای غنی میگوید هرچند بین افغان‌ها برای تامین صلح در کشور اجماع ملی وجود دارد، اما آنانی که جنگ می‌خواهند از خود چهره زشت به جهان معرفی می‌نمایند. برای همه مردم و بلکه برای همه دنیا به خوبی واضح شده است که چه کسی در پی صلح است و چه کسی در پی جنگ. و در صورت تداوم جنگ ما بیشتر از گذشته چهره آنان و حامیانشان را به مردم و به دنیا واضح خواهیم ساخت. مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی پس از 2 سال به نتیجه نهایی‌اش رسیده و به روز پنجشنبه هفته گذشته ابتدا میان نمایندگان دو طرف امضا گردید. در این حال گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از طریق ویدیو کنفرانس با شرکت کنندگان نشست بیانیه مفصل را ارائه کرد. آقای حکمتیار گفت که باور دارد با عملی شدن کامل توافقنامه میان حکومت و حزب اسلامی بحران جاری در افغانستان به پایانش برسد. د هیواد روان بحران پای ته ورسیږي. دواړو خواوو تعهد کړی چې د معاهدې ټولو موادو ته به بشپړ درناوی لري او په صادقانه او مخلصانه توګه به هغې ته التزام لري. آقای حکمتیار همچنان برای کشورهای همسایه و طالبان مسلح نیز پیام‌های مشخصی داشت. آقای حکمتیار همچنان برای کشورهای همسایه و طالبان مسلح نیز پیام‌های مشخصی داشت. گلبدین حکمتیار گفت گروه‌هایی که در حال حاضر با حکومت می‌جنگند دیگر بالای مردم رنجیده افغانستان ترحم کرده و گفتگوهای صلح را اگر برای یک بار هم شده امتحان کنند. با گفته آقای حکمتیار کسانی که بدون رضای الله جل جلاله با منافع بیگانه ها مقاومت مسلحانه را انجام می‌دهد هیچگاه در افغانستان به اهداف خود نخواهد رسید. سفیر اتحادیه اروپا نیز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته است که توافق میان حکومت و حزب اسلامی این را نشان داد که تامین صلح در افغانستان ممکن است و هیچ کس صلح را رد نمی‌کند.